سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت جدید با توی دارک سولز 3. خب ما توی این قسمت یه سری کارهای مهم داریم. قبل اینکه ما بریم ادامه این مسیر اصلیمونو، ما دوتا کوست لاین داریم که باید اون دوتا رو انجام بدیم. اولیش اینجاست بچه ها، بیاید اون جایی که اون راتت وود رو زدیم که این پایین باشه. شما اگه کوست لاین سیریس رو جلو برده باشین یه سامن ساین اینجا میبینید، مثل همون سامن ساینی که توی پل ایریسیل باش یعنی ساین کردیم و رفتیم 2 نفری یه ام پی سی زدیم. اینجا هم شما یه سامن ساین میبینید و اینو یه ساین میزنیم که بریم یه مبارزه ای داشته باشیم. اینجا سیریس میاد که پدر بزرگ خودش رو بکشه. این پدر بزرگم میشه شوهر میدن، یعنی سیریس نوه میدن فایرینگ چراین یا همون فروشنده فایرینگ چراین، هادریک. این پدر بزرگ سیریس میشه هادریک که خیلی قوی هم هست و خیلی مواظبش باشید داشته، ولی میتونید کارش رو بکنید. هیلم میکنه، خیلی مواظبش باشید. میبینید امبرم نیستم. نذارید هیل کنه. اینجا سیریس بزنش دیگه. سیریس هیل کرد دیگه، هیل نداره. و تمام. اینجا شما هادریک رو میکشید، 3000 تام سول میده و سیریس میگه که شب بخیر پدر بزرگ. و این کوست لاین رو شما جلو بردید. به شما تبریک میگم و اینجا از این دنیا خارج میشید. خب این کوست لاین ما زدیم دیگه، تروفی وایز نداریم. کوستی که واسه سیریس باشه و به شما تروفی یعنی بده. اینجا رو بپرید پایین، هیچیتون نمیشه. بیاید اینجا و ست هادریک رو میتونید اینجا بردید. خب این کوست رو ما زدیم. اگه میخواید که سامن سیریس رو توی یکی دوتا باس فایت داشته باشید، باید دیگه اون یکی چیزو قیدشو بزنید، اون یکی کوستو. اینم صدا هادریک میخوام بهتون نشون بدم. ست هادریک رو، این ست هادریکه بچه، ست بالیه ولی خب سنگینه دیگه، ولی من ست خودم رو میپوشم. اینجوری سنگین میشم، ولی اگر این رو بپوشم سنگین نمیشم دیگه. خب این یه کوست بچه ها. کوست بعدی ما کوستی نیست جز کوست لیون هارت که الان میخوایم بریم کارش رو بکنیم. خب شما وقتی کوست سیریس رو میزنید اینجا بیاید باش حرف بزنید و اینو اکسپت کنید بچه ها. و تقریبا دیگه این تقریبا که یعنی کاملا دیگه کوست این تموم میشه. فقط میتونید سامنش رو توی یکی دوتا باس داشته باشید. الان میخوایم ما کوست اینو بریم بچه. میگه برید پیش روزاریا. برای اینکه کوست اینو جلو ببریم بچه ها بیایم پیش روزاریا و به محض اینکه شما بیاید و توی کاوننت روزاریا جوین بشید، این
کوست سیریس کاملا فیل میشه، یعنی فیل میشه که کوستش انجام دادید. سیریس یعنی با شما دشمن میشه به عبارت. یا میتونید بکشید، ست هیسل و کلاش رو بگیرید که شمشیر هیسل هم چیز بعدی نیست. شمشیر هیسل اینه 19 تا فیس میخواد که یه جور داسه انگار، چیز جالبیه. ببینید اینجوری که من ریکویرمنتش هم ندارم، این حرکت هم میتونید بکنید، چیز بدی نیست. کلاش هم میتونید بگیرید بچه ها، کلاش هم یعنی میگیرید. ست هیسل، کلاه هیسل شبیه قارچ. خب بیایید پیش روزاریا بچه ها. قبل اینکه باید یه پیلتانگ بهش بدید، ولی قبلش حتما باید تو کاوننتش عضو باشید، وگرنه اون پیلتانگ عملا به درد نمیخوره آفر کردنش. خب یه دونه پیلتانگ به این بدید. به محض اینکه این کارو بکنید دیگه سیریس با شما دشمن شده، ولی خب ما کوستش رو انجام دادیم. اینجا لیون هارت رو میتونید داشته باشید، بیاید باش حرف بزنید. میگه که خوشحالم که اومدی به کوست به یعنی زیر دست های روزاریا تبدیل شدی و اینجور چیزا. بیاید یه دور تو بونفایر بشینید، بیاید توی بونفایر دیگه، چون میخوام یه چیز جالب بهتون نشون بدم. خب وقتی شما میاید اینجا و دوباره برگردید پیش روزاریا، میبینید که خب اینجا میبینید که روزاریو مرده، یعنی کشته شده. دیگه نمیتونید پیلتانگ بهش بدید، یعنی دیگه مرده. اینجا بلک آی اورب رو برمیدارید و لیون هارت هم دیگه اینجا نیست. کسی که روزاریو رو کشته خود لیون هارت بود. ما الان باید بریم سامن یعنی یه جورایی اینویدش کنیم و بکشیمش. برای این کار شما باید بیاید توی آنورلاندو. توی بونفایر آلریچ دیوارر آف گادز. خب اینجا که اومدید بچه‌ها باید بیاید بالا. اینم بذارید تو دستتون. خب به محض اینکه شما وارد این اتاق بشید یه پیامی برای شما میاد که میتونید اینویت کنید. ببینید You feel the black eye orb quivering. خب شما اینو میزنید و اینجا اینویت میکنید. فقط هم میتونید تو این اتاق این کارو بکنید بچه‌ها. اینجا شما لیون هارت رو اینویت میکنید. لیون هارت خیلی قویه ها بچه‌ها، باید خیلی مواظب باشید، امکان داره منو بکشه الان. خب میگه انتظار نداشتم اینجا تو رو ببینم. Felt sorry for the poor thing in all her festering glory. And now you want to ravage her soul as well. بخوای انتقام سولش رو بگیری. اینجا رینگ فینگر لیون هارت با شما فایت داره. Leonard swears on my vows to the gods. خیلی هم بد دمیج میده بچه. پوشن ندارم متاسفانه، شما نمیتونید زیاد پوشن با خودتون بیارید. No one will despoil her soul. Certainly no beast wrapped in human skin. بیلم میکنه. پوشن زد. بازم پوشن زد. قشنگ 3 بار تا حالا پوشن زد.
یکی دیگه به تمام. Blessed Rosaria. رینکینگر لیون هارت هم شما میخوشید و کلاش رو به شما میده و این سری چیزای دیگه. این کوست هم بچه ها انجام شد. خب سول آف روزاریا رو میگیرید، کرسنت مونسورد رو میگیرید به همراه سیلور مسک. سیلور مسک خیلی چیز جالبیه، یه جورایی مثل بلادبورن میشه بازی. خب سوردش هم که به ما داد اینه، 16 تا دکس میخواد که من ندارم ولی چیز بدی نیست. اینجوری خب این کوست هم شما کاملا انجام دادید. حالا میتونید روزاریا رو زنده کنید، میتونید هم این کار رو نکنید که این کار رو نکنید دیگه. خب ما الان میخوایم بریم ادامه مسیر. یه باس فایت خیلی سخت داریم بچه ها. بیاید توی بونفایر وورت آف بوریال داریم. ما باید با یه دونه باس مبارزه کنیم به اسم دنسر که فوق العاده قویه بچه ها، فوق العاده قویه و میتونه بدجوری اذیتتون کنه. بیاید بالا. این دیگه براتون آب خوردنه. ببینید حتی دمیجشون هم اذیت کننده میشه. اولا وان شاتن. جانانه به همین رد دوتا رو میتونید بزنید بچه. شاید آیتم بهتون دادم واسه این یکی اینجا بود، هیچ کدوم هم تا الان لوتی ننداختن واسه همون. یه دونم اینجاست دیگه. ببینید چقدر الان اینه برای شما ضعیفن. اولا کاری ندارن دیگه. این هم لوتی نداشت، مشکلی نداره. خب باس فایت اینجاست بچه. سامن هم نمیتونید با خودتون بیارید. خب من هیل میکنم و میام با ایشون. به پرنس لاتریک تو دست شماست. میگه که روحشون نجات بده. بهش بگو که اون باید یه لورد بشه. بیسین آف فاوز رو بهتون میده و اینجا باس فایت براتون فعال میشه. باس فایت خیلی اگریسیوه بچه ها، خیلی قویه، باید فوق العاده مواظب باشید. درا بسته میشه و دنسر وارد محوطه میشه. یکی از قوی ترین باس هاست به نظر من. خیلی هم باس فایت خوشگلیه، در این حال کاتسین فوق العاده و این دنسره بچه، یعنی با رقص شما رو اذیت میکنه. خیلی مواظبش باشید، شیلدتون رو بالا نگه دارید بچه ها. گربت ها کشو نخورید بچه ها. اصلا عجله نکنید.
اینجا فاز 2 شروع میشه بچه‌ها. بیاید عقب. بذارید این برای خودش کاراشو بکنه. بیاید تو بعد خیلی مواظب باشید. بیاید عقب. یه دمیج دارک بهتون میزنه بچه‌ها. و تمام. اوه و تمام. فرست ترای ایزی باس. دنسر رو شما میزنید، سول آف د دنسر رو میگیرید و این بونفایر رو حالا میتونید روشن کنید. خیلی راضی هم از این مبارزه بچه‌ها. 60 کی هم سول بهتون داد. وقتی بیاید اینجا و اون ظرفی که اون پیرزنه بهتون داد اینجا بذارید، یه نردبونی میفته پایین و شما میتونید وارد لاتریک کسل بشید. یکی از پیچیده ترین منطقه های بازی. خیلی کار داریم تو این منطقه، خیلی داستانای خیلی قشنگی داره این منطقه. این کاتسین هم میبینید، خون این شوالیه که داره خودش رو فدا میکنه میریزه تو ظرف و ایشون میره عقب و یه نردبون میفته پایین. این نردبون میفته. اوکی خب، قبل اینکه من برم بالا میرم یه سر توی فایرینگ شراین. که لول بدم. سولی هم نداریم، یه دونه اینو دارم. اینم دیگه ببینید سر پا وایساده دیگه با شما دشمنه. میگه که میبینم رفتی توی کاونت روزاریا، میگه راه منو تو از همینجا از هم جدا میشی. ما میگیم اوکی. خب من یه دونه به وایتالم میدم، یه دونه به هیلم میدم. اوکی. از این به بعد بچه ها شما هرچی بردارید اینجا تایتان چانک هستش. من اینجا یه سری خریدایی دارم که باید بزنم. اول از همه میام نزدیک چل تا فایر بوم میخرم. بهتون میگم چرا. بعدش لول اپ که نمیتونم بکنم متاسفانه، ولی جلوتر دیگه فقط تایتان چانکه و راحت میتونید لول اپ کنید. میام اینم میخرم بچه، یه 5 تایی میخرم ازش. کار بعدی که میخوام بکنم اینه که بیام یه ذره یه تیر فایر بگیرم. این 93 تا تیر فایر هم میگیرم که قشنگ آماده این لندی که میخوایم بریم داخلش بشیم. لند که نیست، یه قسمت کوچیکه ولی خب داستانهای جالبی داره. خب میایم تو بونفایر دنسر. اینجا بازی دو تا راه پیش روتون قرار میده، یه لند آپشنال و یه لند اصلی. من اول لند آپشنال رو میخوام برم بچه ها، چون همچین آپشنال هم نمیشه بهش گفت، چیزای مهمی هست توش. راه ورود به یه لند دیگه هم توی این لند آپشناله هست و اون مسیرش این بر. خب اینجا ما وارد اینجا میشیم. یه سری انیمی های جدید هستن اینجا بچه ها. جدید که نمیشه بهشون گفت، اینا رو ما قبلا داشتیم توی
کسی رفته دیپ. خیلی آروم بیاد پشتش. یه بک استپ جلوی نمش کنید. اینجا گارد برید کنید و یه دونه بخیر مشکل بهش بزنید. لارد شاردم انداخت. خب اینو بیاد پایین. اینجا بچه ها بیاد جلو و اینو بپرید پایین. اوکی. کانسومد کینگز گاردن. اول بیاید اینجا یه سوس شاردو بردارید. کانسوم کینگ گاردن میشه باغ پادشاه یه جورای غرق شده. خب اینجا بچه از این انیمیا زیاد هست. پیشنهاد من اینه که فایر ارو رو بذارید تو دستتون به همراه فایر بمب هاتون که خیلی ازش خریدیم. خب اینجا میتونید شما با فایر ارو حسابی اینا رو اذیت کنید. اینجا از اینا 4-5 تایی هستن. راحت میتونید با فایر ارو اذیتشون کنید و حتی یه دونه اینجوری فایر بمب هم بندازید به سرشون که قشنگ اذیت شد. اینم میذارم تو دستم که تاکسین شدم بتونم از تاکسین بودن در بیام. اوکی لارد شاردو بر میدارم میارم اینجا دیگه قشنگ تاکسین میکنه شما رو بچه. ببینم اینجا آیتمی داریم. خب آیتم اینجا نیست. این ور چی؟ اینجا یه آیتم هست. رینگ آف سکریفایس رو بر میدارم و میام یه دونه اینو میزنم. اوکی خب بریم سراغ این داده شما. مواظب باشید بچه ها. یه بکستب با بکستب راحت میتونید اذیت کنید بچه ها. گارد بریک هم راحت میشه. دوباره لارچار باز تیرکمونتون رو دستتون نگه میدید چون اینجا چند تایی از این رفیقا هست که اصلا دلتون نمیخواد از نزدیک باشون خود کنید. با فایر رو دوباره لاتشار یکی دیگه همون بره تلاش رو میکنیم. اگر بخونه بهش شاردش هم در میدادیم. بیایید اینجا حالا یه سری آیتم بردارید بچه ها. اینجا دیگه قشنگ مثل نقل و نواد شما تاکسیک میشه. 3 شادو بردارید، بلک فایر بوم بردارید، یه دونه سلاح کلاو بردارید.
پایین بزین بردارید، یه دونه از این بزنید. خب اینجا یه آیتمه، 2 تا آیتم در است. این من پایین بزین و یه تایتن چاک. اوکی، اون برام یک سری آیتم هست که میریم برمیداریم. دارک جم، اینا بلند میشن بچه ها، مازم آفل گیرتون نکن. خب اینو بیاد بالا. این بود؟ نه این نبود. این برای بیایم بیاد بالا. فکر کنم اینجا یه آیتم هست. بله، دوباره تایتن چانک. یه دونه از این بندازید بالا. خب ما میگم این بر یه شورتکات باز کنم. اینجا یه پوشن میزنیم، میاییم بدین سوی و اینو میایم بالا. یه شورتکات میخوایم بزنیم به اول همین بومفایری که دنسر رو زدیم. بیاید بالا و بیاید اینجا یه سری انیمی هن که باف میشن بچه ها. ببینید اون 2 تا خانمی که اون بالا اینا رو باف میکنن. اینجا تایتن اسکیل برداریم، ایشون رو بزنیم. حواستون به اینا باشه دیگه، اینا یهو از پشتتون میان. ببینید اینا هی باف میکنن. خب این آیتم رو بردارید که یه تایتن چنک دیگه است و این در رو بس کنیم. الان 5 تا تایتن چنک یکی دیگه برداریم. فکر کنم یه لول دیگه به سلاحمون میتونیم بدیم. اینجا آیتمی بود؟ نه. خب من الان اینجا یه شورتکات زدم بچه ها. به کجا؟ به اول همینه. ما از اینجا اومدیم، اون رفتیم پایین، از اون ور رفتیم. این شورتکات رو زدیم که خیالمون راحت باشه. حالا میتونیم راحت مسیرمون رو ادامه بدیم. بیایم اینجا و اینو بیایم اینجا بچه ها. بازم باید بپرید دیگه رو که اینجا باشه، چون یه رینگ اینجاست که دوست ندارید از دستش بدید. دراگون سکیل رینگ. این رینگ چی کار میکنه بچه ها؟ این رینگ دمیج های بک استبی که شما میخورید رو کم میکنه که برای پی وی پی بیشتر استفاده میشه. یه سریعا اینو کاراشو بکنید و بیاید اینجا. اینجا 2 تا نایت دیگه هستش، اول با ایشون کار داریم. خیلی آروم بیاید اگر ما رو نبینه. یه وقت ناز شارت میندازه و ایشونو حتما بزنید چون یه رینگ دست ایشونه. یه بکستر کستر بعدی و ماجیک استون پلیت رینگ. خب اینجا بچه به صدا دقت کنید. میشنوید؟ اینجا میتونید شما سامن ساین هم ببرید با خودتون که بیام به شما نشون بدم.
باید اینجا باشه سامان. بله شما اینجا میتونید هاکوود رو ببرید. دیگه نداریم سامان. فکر کنم همینه دیگه. من هاکو میبرم. این باس فایتی که میخوایم بزنیم بچه ها اسمش اوسایرسه و اون صدایی که میشنوید صدای یه بچه ایه که این داره ولی نامرئیه که اسمش آسلاته. تو فیز اول این بچه تو بغلشه ولی خب ما نمیبینیمش. حالا به یه سری دلایل که تو دنیای واقعی هست این بچه رو ما نمیبینیم. تو فیز دوم یهو این عصبانی میشه و بچه رو میکوبه زمین و یه جوری میکشتش و اون وقت دیگه با شما خیلی اگریسیو مبارزه میکنه. میتونید این باسا بزنید فقط با یه سر مواظب باشید. این داخل و کاتسین. ببینید مثل یک دراگونیه که نصف دراگونه اینجوری. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you, ببینید of the power of my beloved Ocelot, child of dragons? بچه دراگون ها اصالات من Well, I will میگه not من give اونو him, تسلیم شما نمی کنم. for he is all that I have. میگه اون تنها چیزی که من دارم. و ببینید تو فیز اول اون تو بغلشه و با شما با این استفش مبارزه میکنه. خب میریم تو باس فایت. دمیج نخوری بچه. Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? یه دقیقه Show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. اینجا ببینید بچه رو میکوبه زمین یهو. بچه شو میکشه و وحشی میشه. دیگه اینجا باید خیلی مواظب باشید. خیلی دمیجاش یهو میره بالا. دمیجاش وحشیه. آکودم داره اگرو میکشه که ما راحت تر کارمون انجام بدیم. میبینید سامن که میبرید این باز هم فیور زیاد میشه. چقدر بهش دمیج دادم بازم دونش مونده. که صدای بچه بازم میاد یه نکته ای داره بچه که بهتون میگم. تقریبا تمومه باز. و تمام. ای بابا. و تمام. اوسایرس the consumed king. اوسایرس پادشاه غرب. تروفیشو میگیرید. soul of the consumed اوسایرس هم بگیرید. اوسایرس میشه شوهر گوین دولین یا گوینویر. بذارید ببینم. اوسایرس بچه یه جورایی میشده شاه اینجا، پادشاه اینجا بوده.
خب و اینجا The Queen of Logic married the former king Osiris. آره اینجا داره میگه دیگه، میگه کوین لاتریک married to former king، به این اوسایریس میگفتن former king. باز میگه یه بچه براش به دنیا میاره به اسم آسلات که توی جوونی آروم آروم از دیدها پنهان میشه. خب حالا به این میرسیم. باز بیاید این در رو باز کنید بچه‌ها. بله یه دارم من میشینم توی این که همه چیم ریست شه. خب این لند ما پروندهش رو بستیم، ولی از این ور باید بریم یه جای جدید. اینا هم بچه ها پیلگریم نیستن ها، به اینا میگن من سرفنت که یکیشون زنده است اینجا، ما باش مبارزه میکنیم. اینو توی یکی از لندهای آپشنال بازی میبینیم بچه ها. خب اینجا یه جسچر بردارید به عنوان پاس آف د دراگون، اینم کلید ورود به یه منطقه چیزه آپشنال. یه تایتن اسکیل هم اینجا بردارید و بیاد این پشت رو یه دونه رول بزنید. خب اینجا بپرید Untended Graves، اینجا خیلی آشنایه بچه ها. اینجا جاییه که ما بازیمون رو توش شروع کردیم، ولی چرا اینقدر تاریکه؟ ما الان رفتیم توی آینده بچه ها. یه جورایی بیاید اول این بریم، اینجاشون یه رینگ داریم. بیایید اولم اینو دست بکنید. کاتالیستش هم به ما داد. میارم دونه دونه کاراشون رو بکنید. شایرینگ استون، اینم که آیتم است. خب ما یه آیتم برداشتیم به عنوان این increases FP restored with ashen estus flask، مثل همینه ولی خط آبی شما رو پر میکنه. اوکی بیاید اینجا این آیتم هم برداشت. حالا بیاید اینجا دقیقا همون جاییه که ما بازی شروع کردیم. خیلی مواظب باشید، این سگا اینجا خیلی اذیت میتونن بکنن شما. اینجا چند تا یادش اصلا عجله نکنید. سلام خب گریو واردن هود و لارد تایتن شاب هم به ما داد. این ایتم که از بالا باید بیام بردارم. تایتن چانک. خب الان میتونیم یه لول به سلاحمون. اگه اینجا بیاید بکنم دو تا از اون کریستالیه که اول بازی هم زدیمشون باید اینجا باش. بله دو تاه. من این رو دونه دونه اینگیج میکنم. استگر شد. این دمیج داد. 3 تا تایتن اسکیل به ما داد. میریم سراغ بعدی.
سگه این دیگه واقعا کاری نداره. دو تا هم تایتن اسکیل اینجا میشه. قبلی هم فکر کنم 2 تا دیده بود، من گفتم 3 تا. خب 90,000 سامسول داریم. بیاید حالا این پر اینجا هم یه واردن دیگه هست که بیاید کارهای اینم بکنید. یعنی میتونم شما رو بلادلاس کنم براتون موضوع باشم. تمام بلادشارد. اینجا هم سگ هست فکر کنم. آره تمام. دوباره تایتن چانک. میبینید چقدر تایتن چانک. و بیاید این بشه. اینجا عملا دیگه همون اول بازیه ولی توی زمان دیگه است. بیاید اینجا و اینجا شما یه اینویدر دارید. اینویدر رو کاراش رو سریعا بکنید. و تمام. کارهای ایشون هم کردیم. اینجا دیگه اون بونفایر هم نیست بچه. دوباره یه آیتم اونجاست که دیگه نمیخواد بپریدیم بالا. یه سری انمی اضافه میشن مثلا اول بازی اینجا انمی نبود. هیدن بلسینگ دیگه. و ما اینجا با یه باس فایت نسبتا سخت باید مبارزه کنیم بچه ها. نسبتا این دارم بهتون میگم این نسبتا سخته. خب بازم اینجا یه دونه سامنساین هم میتونید داشته باشید. سب کارایی هم بکنید. بله اینجا سامنساین کیو داریم. سورد مستر رو اینجا میتونیم سامن کنیم که من این کارو میکنم. این باس فایت رو غلاده سخت. خب سوربستر میاد که اینجا ما وارد باس میشیم. این باس دیگه مثل اول نیست، خیلی قوی تره. سوربستر هم اینجا رو هم کمک میکنه. اینجا اگرو میکشه برامون. چقدر اگریسیوه.
سورکستر عملا داره هیچ کاری نمیکنه. قشنگ قشنگ کارات بازی کرد. چمپیون گاندیر بهش میگن. سورکستر میمیره و شما میمونید و خودتون. عملا دیگه آخرای بازی دیگه. خب بازم باید فوق‌العاده احتیاط کنید. خب نمرد و بفرم ایزی تروفی سول آف چمپیون گاندی رو میگیرید. اینجا یه آیتم هست بلک نایت گلیوی 140 کام سول داریم. اینجا میشینم یه دوتا بونفایر بلند میشم و اینجا دیگه دوباره عملا فایلینگ شراینه دیگه. اونجا هم که آیتمی نیست. اینجا هم دیگه بلک نایت هستش بچه. یه پریا خوشگل خیلی کیف میده این پری کردنه. ببینید چقدر کیف میده. تمام ننداخت گدا. صدا میاد. یکی اونجاست. یه پری ناز میشونم کاراشونو کردیم. این بالا اینجا بازم هست از این فکر کنم. شانس دراپ سلاحاشون هم دارن دیگه. دوباره پری رو باید شما تمرین کنید بچه. خیلی میتونه اذیت کننده باشه این کار. راحت هم میتونید بینید. پری تمام. خیلی احتیاط کنید موقع تمرین پری. هورنت رینگ هم اینجا رو میگیریم. بازم آیا هست از اینا که ما یه ذره پری بازی کنیم باشون، چون واقعا کیف میده پری کردن. امیدوارم باش. خب یکی هم اینجاست. اوه ببینید راحت هم میتونن بکشن اتون. یه داره پر رو میشونه.
پر رو بازی نرو نیر واسه من. بیاید اینجا کیاس بلید رو اینجا بردارید و عملا فکر کنم دیگه تموم شدن بلک نایت ها. ولی خب بازم اینا ریسپان میشن. سول آفته نمیدونم چی. خب اینجا هم داریم. نه دیگه نداریم. خب میگم که باز میتونید ریسپان کنید و اینجا خیلی کمک میتونه بهتون بکنه که پری زدن یاد بگیرید. تایمینگ خاص داره دیگه. خب اینجا شما وارد فایلینگ شاید میشید که عملا هیچکی نیست توش. اینجا اینو میتونید بردارید که از این بعد دیگه این نقشه هوموارد بونو براتون داره و اینجا هیچکی زنده نیست جز میدن. میتونید ست آرتوریاس رو بخرید اینجا. اینو میتونید بخرید که حتما بخرید. ست آرتوریاس رو من میخرم چون واقعا خوشم میاد از این ست. اگرم بتونم میپوشمش. خب Best not. ببینم میتونم این ست رو تن کنم. این 4 هفت این 4 2 سبک تره. این 10 و نیمه. این چنده 9 بازم سبک تره. این 6 و 7 این چنده 5 و 1 بازم سبک تره. اینجا هم ولف نایت. این ست آرتوریاس بچه چقدر زیبا این ست. پترول هم نیستیم همه ستش هم پوشیدم. اینجا همه بلک اسمیت رو میتونید بردارید و اگه بیاید اینجا یه دیوار مخفی هست که اینجوری رول بزنید توش یه ایز آف فایر کیپر بردارید که چشم فایر کیپر هست دیگه. هم اینجا چیزی نداره. دیگه عملا اینجا چیزی نیست. خب Well, best not. چه باید یه دونه بونفایر هم می بود. من برای احتیاط یه دونه سر به همه جا میزنم. اینجا که دیگه قفل باز نمیشه. اینجا که کلا فکر نکنم دیگه بشه اینجا گلیچ زد. یه خیلی چیزی نیست خانبار. خب اینجا هم که چیزی نیست. خب الان دیگه شما میتونید اینجا به جای هوموارد بون این آیتم رو قرار بدید که این دیگه همون نقش هوموارد بون رو داره با این فرق که بی نهایت. خب نمیبر. اینجا میتونید شما این چشم ها رو بدید. لول اپ هم میتونید بکنید. زر طول کشید. خب انجام شد. اوکی لولم به سلام میدم 100%. اینجا استوس فلسک هم لول اپ میکنم و یه لولم به سلاح هم میدم. من شاید جلوتر این سلاح رو بردارم. شاید هم روی یکی دوتا دیگه سلاح حرکت زد. Pretty be careful. حالا فعلا همینو برمیداریم.
مثلا یکی از اون سلاح هایی که میتونیم برداریم بچه که من پیشنهادم میکنم بردارید، اینم که شمشیر دنسره. میتونه اون لاک گریت سوردم میتونید بگیرید. میتونه این سلاح باشه. من این سلاح خیلی دوست دارم. 18 تا دکس هم میخواد. شاید جلوتر اینو گرفتم دست. خب I took the mantle of اما Lord. فعلا بریم به سمت لاتریک کسل. میریم توی بانفایر دنسر دوباره. اینجا یه بریک میدم بچه ها که ادامه این قسمت رو با هم داشته باشیم.